سلام بچه ها، دوباره تا شواهد هستم. اومدیم مورد پارکورشم تا کنید. راستی چیزی که من تازگی کشف کردم اینجوری اگه بیاد نزدیک ماشین میتونی رنگش عوض کنید. باتش. خب سوار شیم بریم ببینیم چیه. چرا وسط رو ماشین قطع نیافتی چه خوشگل و بزرگ هم هستش. نیافتی حرفامو خوب شنافتی. نشدم چی گفتی یه وقت نیافتی. فکر نکنم زنده مونده باشه. گیکر باک شده. باک شد. آره درست شد. خب این باید ماشین شکار کرد. بعد داشتمون اعتمال ماشین لازم هم بکنم با هم شکنیم. خب بیریم ادامهش. مجدد موفق نشدیم. یه دقیقه این با ماشین تقریبا سالم بود. این با میریم ورش سرعت خیلی زیاد باشه تو چا نمیشه کنترلش کرد. برو بالا. آفرین پسر خوبی. آفرین ترکی. ای با برنامه چیز دیگه ای بود ولی واقعا ما با این رانندگی به من اسکار بده. حتی اسکار ما رو فیلم واقعا تجربه یه ماشین چقدر سفته آخه. مطمئنم اینو میتونم برم. حتی کجا برم. بیم سمت اون ساختمونی کالا رسیدیم به دریا. ببینیم اینجا قایق هست. پیاده میشویم میدویم. میفهمیم که سر کاریم و باز میگردیم. چون هنوز داره راه میره. ماشین کدوم بچه طراحی کرده من نمیدونم. ای مادر به فدات بشه. خب رانندگی و دست که یاد گرفتم خودم هم نمیدونم. خیلی ممنون که تا اینجا با دیدیم. پارت سومش رو با هم میگیم که چه کار زامبیه. میریم توش دیگه زامبی میکشیم و اینا. لایک ساب فالوی پیج اینستا فراموش نشه لطفا دوستان. از